دلبر میشه بخندی؟ آخه وقتی میخندی حالم خوب میشه. تو تیماری و من بیمار. به مولا بخند که محوت بشم خنده ها تو قربون. رفیق خوب من مشتی گلی، حالا بیخیال نون و نمکمون، چند میگیری پشت سر ما حرف نزنی؟ رفیق نایم رفیق من برو اجانم که وقتی وارد یه خونواده شدی به چهره مادر اون خونواده نگاه کن. اگه تو چهرش غم نباشه بدون اون خونواده خوشبخته. سرت سلامت مادر. ببین مشتی گلی، من پرکیا دارم، اگه بگم هواپیما مال منه هیچکی باورش نمیشه. پس با اجازه بزرگترا گندگوزی ممنوع. اینو زدم، اینو دارم، اینقدر سرمایمه، من خیلی خفنم. بابا نگو دیگه، ول کن یا. از درخت پرسیدن چرا از تکه آهنی به نام تبر میترسی؟ گفت ترس من از تبر نیست، از دسته آن است که از جنس خودمان است. من یه درختم که عاشق تبر شده. یه رسم قدیمی بین طلافروشای بازاره، اونم اینه که روز 3 محرم گوشواره نمیفروشن. تصمیمت آن